کازابلانکا، عاشقانه ترین فیلم تاریخ سینما، محصول 1942، فیلمی بر اساس نمایشنامه‌ای به نام همه به کافه ریک میآیند، به کارگردانی مایکل کورتیز. از بازیگران این فیلم میشه به همفری بوگارت، اینگرید برگمن و پول هنرایت اشاره کرد. داستان عاشقانه کازابلانکا در بستر جنگ جهانی دوم اتفاق میفته که در این گیرودار بحران پناهجویان رو نشون میده. و اما داستان اصلی ما درباره مردیه که بین عشق زندگیش و یک مبارز که باید اونو فراری بده باید یکیش رو انتخاب کنه. زمان داستان فیلم در اوایل دسامبر 1941 و یکم قبل از حمله به پرل هاربر اتفاق میفته. بعد اینکه آسیب‌های جنگ به اروپا باعث میشه که تعداد زیادی از مردم این قاره به دنبال مهاجرت به قاره آمریکا باشند و خب برای رسیدن به این سرزمین امن راه دریایی که از لیسبون به سمت آمریکا میره پر شده بود و خیلی ها ناچار بودن خودشون رو از مراکش برسونن اونجا تا بتونن پروازشون رو به سمت آمریکا اوکی کنن، حل کنن، برسونن خودشون رو به آمریکا. یه جورایی این تنها راهشون بوده. و اما نقش اصلی که ما توی فیلم میبینیم اومده بود به شهر کازابلانکا در کشور مراکش که بعدها بره به آمریکا، ولی خب به دلایلی نتونسته بود. اونجا یک کافه ای زده بود و کل این کافه که برای خودش بود. و اما بعد مدتها عشق قدیمیش رو، حالا دوست دختر سابقش الان اکس میگن دیگه، اونجا به همراه معشوقش که یک فراری بوده میبینه و حالا در ادامه اتفاقات جذابی میفته. ماجراهایی که بعد این اتفاق رخ میده دیدنی و جذاب هستن. حتما این فیلم زیبا رو تماشا کنید. کازابلانکا رو میشه اوج جلال و شکوه ژانر عاشقانه یا همون رمانس در تاریخ سینما دونست. دیالوگ‌های عاشقانه‌ای که بین همفری بوگارت و اینگرید برگمان در کازابلانکا رد و بدل میشه هنوزم بعد از گذشت 70 سال جذاب و تازه. کازابلانکا عاشقانه ترین فیلم تاریخ سینماست که هر عاشق سینمایی اون رو باید تماشا کنه. این فیلم در چند بخش مختلف نامزد جایزه اسکار شد، از جمله نامزد اسکار بهترین موسیقی متن، اسکار بهترین تدوین فیلم، اسکار بهترین فیلم برداری، اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد و اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد که در نهایت برنده اسکار بهترین فیلم برای کمپانی وارنر برادرز، برنده اسکار بهترین کارگردانی برای مایکل کورتیز و برنده اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسی برای جولیوس جی اپستین و فیلیپ جی اپستین و هاوارد کوچ شد. برای رنگامیزی کردن این فیلم در سال 1984 شرکت MGM UA شرکت کالر سیستم تکنولوژی رو برای رنگامیزی این فیلم به مبلغ $18,000 استخدام کرد.